2000 سال قبل از امروز، در حالی که این سرزمین به وسیله حاکمان دست نشانده یونانی رومی اداره می شد، مردانی سر برآوردند که با عزم راسخ یکی از بزرگترین امپراتوری های آن عصر را ایجاد کردند. آنها شاهنشاهی کوشانی و بعدها امپراتوری کوشانی نامیده می شدند. آنها از شمال شرقی ترین نقطه افغانستان امروزی قد برافراشتند و حاکم دست نشانده رومی را در باختر یا بلخ سرنگون کردند و بعداً کابل را به تصرف خود درآوردند. پایتختشان را شهر بگرام برگزیدند، بعدها پاکستان امروزی را کاملا فتح کردند و پادشاهیشان را تا شهر بنارس در هندوستان وسعت بخشیدند. بعدها شهر پشاور را نیز به عنوان پایتخت زمستانی خود انتخاب کردند. قبل از کوشانی ها قسمت های وسیعی از افغانستان و ایران توسط نماینده های روم و یا یونان اداره می شد و این سرزمین ها کاملا و یا قسما در اشغال روم و یا یونان قرار داشت. پس از مرگ اسکندر مقدونی در سال 323 قبل از میلاد، فتوحاتش میان سرداران یونانی تقسیم شد و بیشتر متصرفات آسیایی او که ایران هسته آن بود به سلوکوس اول رسید. به این ترتیب ایران تحت حکومت سلوکیان درآمد. اسکندر مقدونی و سلوکیان در مجموع 250 سال حکومت کردند که حدود 70 سال آن بر بخش‌های خاوری ایران بود، اما آنها نتوانستند در مدت بیشتر از 2 قرن کشورشان را از تشنج باز دارند. والی بلخ در زمان سلوکیان شخصی بود به نام دیودوت یکم که در سال 261 پیش از میلاد از حکومت سلوکی اعلام استقلال کرد و خودش را نخستین شاه دولت یونانی بلخ معرفی نمود. در همین دوره اقوام پارت که در قسمت هرات کنونی تا کرمان زندگی می کردند بر علیه سلوکیان شوریدند و توانستند ایران را از اشغال یونانی ها آزاد سازند و در نتیجه شاهنشاهی اشکانی را بنیاد. با قدرت گرفتن اشکانیان در ایران و امپراتوری روم در اروپا به مرور زمان سلسله سلوکیان از هم پاشید و در نتیجه 2 ابرقدرت اشکانی و رومی مرز مشترک پیدا نمودند. دیری نپایید که میان ایرانیان و رومیان اختلافات به وجود آمد و با هم دیگر درگیر شدند. رومیان در صدد توسعه قلمرو خود بودند و ایرانی ها مجبور بودند تا از خاک خود در برابر تهاجم بیگانگان دفاع نمایند. دشمنی میان ایران و روم مدت 700 سال دوام کرد که تمام دوره اشکانیان و پس از آن سلسله ساسانیان را در بر می‌گرفت. در زمان سلسله اشکانیان بود که حکومت جدیدی در سرزمین‌های شرقی ایران یعنی افغانستان امروزی شکل گرفت. آنها کوشانیان بودند. کوشانی‌ها تقریباً 2000 سال قبل از امروز درست زمانی قد برافراشتند که اشکانیان وارد جنگ با رومیان گردیدند. آنها از این فرصت استفاده کرده و بسیاری از مناطق اشکانیان را تصرف کردند و به وسعت امپراتوری خود افزودند. در سال 127 میلادی کنیشکا پادشاه شاهنشاهی کوشان گردید که در واقع عظمت و جلال کوشانی ها مربوط به دوره است که کنیشکا در این سرزمین حکم روایی می‌کرد. احتمال می‌رود که در تشکیل این امپراتوری 3 قوم بزرگ افغانستان سهم داشته باشند: هزاره ها، ترک ها و تاجیک ها. کوشانی ها متشکل از اقوام یوئچی و تخاری ها بودند. یوئچی ها اقوامی بودند که از آسیای میانه و غرب چین مهاجرت کردند و در افغانستان امروزی و به ویژه در بلخ ساکن شدند. اقوام تخاری یا تخاری ساکن افغانستان آنها را یاری کردند تا حکومت‌های محلی دست نشانده و وفادار به روم را یکی پس از دیگری از میان بردارند. کوشانی‌ها در دوران اولیه حکومت خود از زبان یونانی که به دلیل حکومت طولانی یونانیان بر بلخ در منطقه رایج بود به عنوان زبان درباری خود استفاده می‌کردند. اما پس از گذشت مدتی احتمال می‌رود در سال 127 میلادی کنیشکا زبان بلخی را به عنوان زبان رسمی امپراتوری خود برگزیده باشد. کوشانیان با ورود به بلخ فرهنگ این منطقه را پذیرفتند. آنها همچنین اعتقادات و ادیان رایج در بلخ را قبول کردند که مهمترین آنان مزدا پرستی، دین یونانی و بوداگری بود.
اولین شاهنشاه واقعی کوشانیان کوجوله گادفیزز نام داشت که میان سالهای 30 تا 80 میلادی قبایل متفرق و سیتیزجوی یوئچی را زیر لوای کوشانیان متحد ساخت. آنها بعد از تصرف قسمت‌های وسیعی از سرزمین هند، شهر تاکسیلا در قسمت شمال غربی پاکستان امروزی را پایتخت مهم خود و شهر بگرام که قبلا کاپیسا یاد میشد را به عنوان پایتخت تابستانی خود برگزیدند. با ایجاد دو پایتخت و تأسیس مراکز مسکونی و بازرگانی دیگر در شمال، کوشانی ها به زودی فعالترین بازرگانان شدند و الفبای یونانی را برگزیدند و سکه های طلایی خود را ضرب کردند. روی این سکه ها چهره های شاهنشاهان کوشانی، شعارها و نمادهای تأثیر پذیرفته از یونان و روم را ضرب کردند که از این سکه ها برای داد و ستد میان کاروانهای جاده ابریشم استفاده می شد. استراتژی یورشگری کوشانی ها و مرکزیت فرمانرواییشان در امتداد جاده ابریشم آنها را قادر ساخت تا در سرزمین های میان چین و روم سومین ابرقدرت عصر باستان شوند. از کوشانی ها آثار تاریخی و فرهنگی بیشماری به جای مانده که مجسمه های بودا در بامیان افغانستان یادگاری است از کنیشکا و شاهنشاهی کوشانیان. با آنکه در ابتدا امپراتوری کوشانی ها و مردمی که در این سرزمین زندگی می کردند بیشتر پیرو آیین زردشتی بودند، اما با فتح هندوستان و تسلط بر این مناطق آنها به آیین بودیسم گرویدند و کنیشکا خود نیز پیرو آیین بودا بود و برای ترویج این آیین تلاش بسیاری کرد. کوشانیان در عهد فرمانروایی کنیشکا بر آسیای میانه فرمان می‌راندند و از طریق فعالیت‌های گسترده بازرگانی ثروتی بزرگ جمع آوری کردند و در این دوره شهرها رونق بسیار پیدا کرده و تندیسگری بودایی و بنای معابد شکوفا شد. ادغام نژادها، باورها و مهارت‌هایی که در غرب و شرق رشد یافته بودند فرهنگی دست چین و ناب پدید آورد که به طور روشن در هنرهای تصویری دوره کوشانی دیده می شود. آنها با الهام از درون مایه‌های اساطیر یونانی و رومی و نمادها و ظرافت‌های بودایی شخصیت بودا را در شکل انسان خلق کردند. مجسمه‌های بودا در بامیان نشان دهنده عظمت و اقتدار این سرزمین بود که متاسفانه توسط طالبان نابود گردیدند. آتشکده و آثار تاریخی واقع در سرخکوتل پلوخمری نیز یادگار امپراتوری کوشانیان است. گنجینه بگرام در 60 کیلومتری شمال غرب کابل در نزدیکی شهر امروزی چاریکار در محل پیوندگاه غربند و دره پنشیر قرار دارد که روزی پایتخت تابستانی شاهنشاهی کوشانیان بوده است. در نتیجه کاوش تیمی از باستانشناسان فرانسوی طی سالهای 1930 تا 1940 هزاران قطعه اشیای نفیس باستانی از اینجا به دست آمده است. مجموعه معابد بودایی در هده که در 10 کیلومتری جنوب شهر جلال آباد در شرق افغانستان موقعیت دارد، یکی از بزرگترین معابد و مجموعه زیارتگاه‌های بودایی در جهان طی سده‌های نخست تا سوم میلادی را در خود جای داده است. بیش از 1000 مجموعه پیکره‌های مختلف بودایی یونانی در هده در طی سالهای 1930 و 1970 کشف گردیدند و به موزه ملی افغانستان در کابل و موزه گیمه در پاریس منتقل شدند. با تهاجم نیروهای شوروی و پس از خروج آنها و شروع جنگ‌های داخلی بین سالهای 1991 تا 2001 میلادی، این پایگاه افسانه‌ای که زمانی تاج جواهرنشان عصر کوشانی بود تا سرحد نابودی به غارت رفت و اینک به ویرانه تبدیل شده است. هر اثر به جای مانده از دوره کوشانی نشان دهنده عظمت و شکوه این سرزمین است، نشان دهنده تاریخ 2000 ساله ماست. نشان می‌دهد که مردم این دیار دارای تاریخ پر افتخاری میباشند که روزی امپراتوری پرقدرتی تأسیس کرده بودند که بر قسمت‌های وسیع آسیای میانه تا هند حکومت می‌کردند. عده‌ای می‌خواهند از قصد هر آنچه به شاهنشاهی کوشانی مربوط می‌شود را محو و نابود سازند. پس برای حفاظت و نگهداری هویتمان باید تلاش کنیم.
بدرود.